یک بچه زن گرفته بود است کم کم تری سودران بوده هم یا سوی یا فرزندن قطعی زنش سوز نمیگیره جنجالشون میشه زنش کار میکنه میره و این میوه با سر زن شده 3 بار خورده خسروش که میگن گمشو نمیتیم تمام میگه خلاص نمیتیم پدر و مادر روی میکنه که نمیتونه و هم یه روز بورون بوده است میوه به هم پیش در خونه خسروش میسته و تایی میره خسروش میبروی که باید مسجد بره و پیشین میبروی که اونجا استوده چی استوده میگه بدبخت میگه من با دختری ته کار ندارم من اون فردوسی خدمت یاد کرده گیم اون فردوس بیاریم به ته بچه ما ببینم رخانه شفافرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. سامیون وان برای شخصانی که خراب هستند و میخواهند وزن گیرند. ام پلوس اپیمدیوم برای با قوت شدن، خوب کردن گردش خون، برای طولانی کردن همخوابگی. ماس پیگمنتو برای کسلی های پسریاز و سفید شوی پوست. بین داکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. مینوکسیدیل برای برآوردن ریش و موی سر. کرم فرانک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. ماسلا خیلبه برای ریزانیدن سنگ‌های گرده و تبابت آن. فات زورب برای کم کردن وزن زیادتی. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس جمع 7 926 319 59 61. اون فردوس بیاریم به ته بچه ما ببینم من با دختری ته کار ندارم این مرده یه های میگه که خیلی بیاری هم بچهش نشونش بتین کودک در دستی مادرش بده است خودش مسجد میره نمازی پیشین میخونن یکون جا میره یکون معرکه بده است عبید میکنن میگردم یا ایبای 3 ساعت گذشته یعنی تاری اوشیدگی خودی هم در پیش در خیزه کردگی چی استوده من هم فردوس نبینم نمیرم باید جنجال میکنه که اون بدبختو نمیاریم بچهش نشونش بتین بعد زنش بیچاره هم گودک قچاق میکنه و پیش دهانی در میاره که نشون تیش که گودک مونده که میپره گردن زنش قچاق میگیره و داد میزنه ای مسلمانو ای ابیزن من نمیتنم اون فردوس چکارش میکنی به اوچا فردوس شیر میگه فردوس میزده ایزارش به اوچا رو چکارش میکنی ای مسلمانو زن من نمیتنم و خسرش میگن نوشگری چه وقت بگی براشی تری دیورایی دیگه نکرده اورون بگی حقیقتا زن یه نعمتی پروردگاره یاخی خسری زرین به زن خوب کلبه ویرانه است خسری زرین به زن خوب کلبه ویرانه است حقیقتا اگر خسری تیرویی را داشته باشی زن خوب نداشته باشی او یک کلبه ویرانه است ولی مردم این ما یا مطال دارن که میگن همه اوغلی خولیده گوی شخ زن خوبه ولی زن بسیار نعمتی بزرگه خدای طولم بینک میکنه مرد کارا که از جنس خطو برای شما را من زوجه خلق کردگیم تا اینکه در نزدش سکونت حاصل کنه آرامش پیدا کنه و جعل بینکم مودت و رحمه و بین شما و بین زناتون محبت و رحمت برقرار کردگیم تو وقت یا شای حسن جمال و تراوت داره محبت داری حقیقتا اگر زن خوب صالحه باشه همین شوهر هر وقت میبینه لذت میبره چشمش او میگیره روحش میدمه حقیقتا همین خیلی یا سبحان الله چه مستور باشد زن خوبروی بدیداری او در بهشت است شد خدا رحمت کنه شیخ سعدی را زنی مستوره باشه میگه زنی خوبرو باشه هر وقت شوهر میبینه خیلی در جنت احساس میکنه زنی خوب و فرمانبری پارسا کند مردی در عشق و پادشاه برو 5 نوبت بیزن بر درت چه یاری موافق بود در اگر همی خدای تعالی یاری موافقت بته شکرانه نعمت خدا را کن 5 نوبت مسجد برا نماز خدا را به جماعت مستحبه ادا کن سجده شکر کن خدای شکرانه نعمت حقیقتا مرده که مردم کنه زن میکنه زن هم کنه زن میکنه با آبرو و عزت هم کنه زن میکنه به آبرو و شرمنده هم کنه زن میکنه
من دویم از خدای تعالی زنی صالحه طلب کردن در کار. وقتی جوان است محبت داره، همدیگر را دوست می‌داره. اما وقتی که پیر شید خدای بزرگ رو ببینید که با بیت رحمت برقرار کرده است. توسط هم فرزندایی که تولد می‌شود. توسط هم معامله و مناسبتی که به همدیگر داره. ولی بعضی مردان نیم شوخی و نیم جدی میگه که همین از زن دارم یک 30 سالشی قطعی زیرگی دارم خیال بکنم دوگانه ماید. آیا جهاد روست هم بگو بخورید. هم یا خروکه بخورید یا جدا خوی برای یا معامله را کنید فرزنده مشترک باشه. دیگه رنگ دوگانه بشه. اما اشی رو اصلا مردک در پیش زنش میگه زنک در پیش شوش میگه. همین رحمت برقرار میشه محبت برقرار میشه. مسافد میگه خدا بکشم در پیش پای کمپیرک بکشم. همین از چه سو میگه رحمتی خدایی نموشه او کمپیرک دیگه دستش چیکار میره. خیلی بعضی مسافد خونه آباد گیزلا میشه و زنکو تیز ای کار میمونن. همین یک 3 روز پیش یک از زنگ زد میگه که یک مسافد 93 ساله کمپیرش 3 طلاق کرده. یکون میگوید دوره. اون مسافر چی در دوره کمپیر 3 طلاق میکنه؟ میگه شب اشتیاش اومد از خونه آورده کمپیر هم 80 بلوغی طلب کرده است که مقصد اون کمپیر گریخت است از پیشش گیزلش ده 3 طلاقش کرده است. خونه آورد این خمس باشه این غیرت داشته باشه بیمار دوره از ذره دیگه بگیره میکشه کمپیره. میره ببینه واقعا همون دیگه هیچ کار ایدوستشو نمیوید. میگه هم یک فشفشی زنک براش همین تمام نوش نعمت دنیا را بالاتر بشود. همین رحمتش نمیاد. این فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. به شک خدای تعالی نشانه‌های عظیمی را در همین گذاشته است برای مردمی که تفکر دارند، عقل دارند، فراست دارند و قدر نعمت الله میرسند. حقیقتا آخی یک فکر کنیم این نعمت‌های پروردگار را والله اگر تمام حیات شکر کنیم ای هزار یک شکرش انجام داده نمیتونیم. افسوس که ناشکریم، افسوس که نوجوان مردیم. خدای تعالی زنی نازنی نداد است ما. مردک خوب میکنه شب بچه با کیرم یاوش اوخی ایده دیگه نعمت زیاد میشه تا هم وقت کم کمک همیتا بگه که در هیجان ای بیروان غسل میکنن دکست اوخی بیمار داری 2 رکعت نماز شکر بخونی غسل کردی تازه و آزاده شدی اوخی مردکش زن تم بگو که زنک یا ترم در برم 20 رکعت نمازی نفل بکنیم نماز شکرانه نعمت خدا را بکنیم از خدا فرزندی خوب صالح طلب کنیم که پروردگار صاحب فرزندای خوب صالح میکنه. نه چی بلای موزده است که دیگه خشمونه میته. بعضی جوان مردای بی غیرتی هستن که با خشونه میته حالی خیلی سرکی خواب ما بگیرم با میخیزم غسل میکنم ای سرش میمونه فرضی بوم دادم قضا میکنم. مگر شکرگزاری نعمت پروردگار هم خیلی خدا رحمت کنه. حضرت جلیبی صحابه بزرگ پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت وقتی که خدای تعالی صاحب زری صالحش کرد در نماز استاد خودش نفهمید که شب چه روز شد صدای اذان بیرول شنید این در نماز یک شکرانه نعمت خدا از نماز خود است. بعد به خود اومد که یک روز خسرو بخیزه رو بارون بلکه چیه بشه استاد سلام داده و مسجد شتابان اومد میره ببینه. روز دیگر شب رفت وقتی عروسی نازنین ندید ای باشه اول همین رکعت نماز شکر بخونم شکر نعمت خدا را بکنم. نماز طرز میخوندن همین خیلی دوده میشیدن در نماز که دیگه نمیفهمیدن شب و روزا ساعت دیگه 40 کیلو میشید نمیفهمیدن. با صدای اذان حضرت بلال برآمد آزاد خیز گرفت. وقتی پیش حضرت گیله کردن ای بروش که این خونه آباد پیش عروسش در نشیشته است دست عروس نقبیده است حتی عروسش صحبت نکرده است. حضرت گفت چی درد داری ای جلیبی؟ حضرت چی درد ندارم هم در نماز میستم نمیفهمم وقت چه میگذره. گفت تا اول کارا ببین بعد نمازی شکر بخور هم تکی هستن ایرا ببین کاری او صحابای بزرگ کجا و کاری ما و شما کجا. من خدا قسم همین میخونی رفتار و کرداروی همورا میگوی اون افسانه میشنیده باشو اون مردک حقیقی اون مردک ها بودن. این ما در این خرای لنگان کی میدونه که بچه نوع چی طریق ما پول سیرات هم اگذاشته باشیم. خیلی همین نعمت از خدا رسید است برای پروردگاری بزرگ همین نعمت 2 دست به مزد منت شکرگزاری همین نعمت توجه بیو. شخصایی که تفکر دارن حتما شکرگزاری نعمت خدا را میکنن. پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم
حتی شبها بعضا شبهایی که در حجره بیبی عایشه مادرمان بود پوشیده نیست که حضرت صلی الله علیه و سلم بیبی عایشه را از همه زناش بیشتر دوست می‌داشت. یک محبت خاصه نسبت به بیبی عایشه داشت. به حد دوستش می‌داشت که یک روز رزبار میشود بین ازواج مطهره و بیبی فاطمه را وکیل میکنند. بیبی فاطمه زهرا را میگن پیش حضرت برا عرض دادی ما را بکن که همین عایشه بعضا میگذرونه بیبی عایشه. بیبی فاطمه گیله و شکایت ازواج مطهره را نزد حضرت میاره. همین حضرت بیبی فاطمه را به حد دوست می‌داشت. از در که میدر اومده است حضرت بخیسته است به پیش ازش. ریداش هم میگه تند میکرد در زمین. از پیشانیش بوسه میکرد، مرحباش میگفت. بعد گفت که بچه‌م چیکار داری؟ گفت همین ازواج مطهره منو وکیل کردن از بالای همین بیبی عایشه پیش گیله‌کنی اومدم. همین قبول بیبی فاطمه. حضرت گفت که فاطمه گفت من عایشه را دوست می‌دارم، تو هم دوستش می‌داری. بیبی فاطمه زهرا دیگه لام نداشت. خیست اومد وقتی ازواج مطهره گردش جمع شدن که چی گپ شد گفت آخه حضرت دوستش می‌دارد. کسی را پیغمبر دوست می‌دارد، دوست داشتن او برای تمام امت‌های محمد واجبه. باید ما دوستش بداریم همچین بودن. دیگر ببینید همین قدر حضرت دوست می‌داشت، محبت داشت قطیش. اوقی در روایات اومده است قطیش تیزدمک می‌کرد یا قطی حضرت تیزدمک می‌کرد می‌دوی شای مدرم. اما میگه در نماز می ایستاد در شب غیر نمازهای فرضیه‌ای در نمازهای نافله نماز شب در روایات اومده است میگه کان صلی الله علیه و سلم اذا قام من اللیل قام حتی تفتر رجلاه. حضرت در قیام هم قیام ایستاد که پاهای مبارک ورم میکردن. یک روز میگه طاقت نکردم بیبی عایشه گفتم یا رسول الله اتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. ای حبیب خدا آخه خدای تعالی تو را بشارت داده است که با وجود آن که معصوم هستی از گناه، حتی اگر گناه هم کنی گناهت پیشیدگی بخشیده شدگی این قجان تقام میدی. میگه گشت گفت یا عایشه افلا اکون عبدا شکورا. یا عایشه گفت من بنده شکرگزاری الله نباشم، من شکرانه نعمت پروردگارم میکنم. شکر ما کجا داریم؟ این فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. بیشک این یک نشانه های بزرگ هستند برای شخصایی که عقل فراست دارند، برای کسایی که تفکر میکنند، برای کسایی که صاحب اندیشه هستند.